امریکایی‌ها آمدند. در تمرینگاه نظامی یواری و افراد بریگاد 173 هوابرد ایالات متحده آمریکا همراه با شاگردانشان از گارد ملی اوکراین صف آراستند و پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو که به پذیرایی آنها آمده است با استفاده از امکان درباره وضع جدی کشورش حرف میزند. Ми з вами знаходимося на західному кордоні України, а на сходному кордоні на східному. ما اینجا در قسمت غربی اوکراین قرار داریم. در آن طرف کشور در شرق اوکراین تجاوز گسترده نیروهای خارجی جریان دارد که به یک جنگ بسیار پهلو بر ضد اوکراین تبدیل یافته است. Яка розв'язала проти України багатопланову, різнорівневу. صرف نظر از باران شدید، گشت یا خود پرد نیروها متوقف نشد. این سربازان اوکراینی در مقاومت با نیروهای جدایخواهان روبه روسیه حالتهای به مراتب دشوارتری را پشت سر کردند. حالا در تمرین مشترک توجه به حرفیت سربازان جلب خواهد شد. نیروهای آمریکایی به سربازان اوکراینی از ملکه ساده ترین سربازی تا هنر فرماندهی و نظارت را تعلیم خواهند داد. تمرین ما از 5 بخش عبارت است: تیرپرانی، دانش و ملکه رساندن کمک طبی و سوختار خاموش کنی. سوم، عمل مشترک سوختار خاموش کنی در سطح گروهی. بخش چهارم تمرین ها در سطح وزواد و فرقه گذشته. در بخش نهایی همایش میان گروه ها بحث می شود. بعد از این تمرین هر جایی که آنها روند و هر کاری که به آنها از سوی اوکراین فرمان داده می شود، امکان تطبیق آن بیشتر خواهد شد. تمرین بخشی از بسته کمک‌های غیر جنگی یا خود غیر کشنده به اوکراین می باشد که به 75 میلیون دلار برابر است. اوکراین می خواهد سلاح و مهمات دسترس کند، ولی باز هم حضور سربازان آمریکایی در یک صف با نیروهای اوکراینی خود شهادت پشتیبانی سیاسی از این کشور می باشد.